وقتی سنمون بالا میره محدوده شنواییمون هم پیوسته کمتر میشه. خب چه تعداد و تا چه اندازه از این صداها رو میتونین بشنوین؟ خب اگه اینو میتونین بشنوین، شما زنده‌این و هر دو گوشتون سالمن و مشکل شنوایی ندارین. حالا بیاین فرکانس رو ببریم بالا. تا کجا تونستین بشنوین؟ اگه تونستین تمام این فرکانس ها رو بشنوین، به احتمال زیاد زیر 20 سال سن دارین. در هر صورت همیشه اینطوری نمیمونه. برعکس بقیه اعضا، مثل کبد یا پوست، گوش داخلی توانایی بازتولید نداره. درون گوش شما هزاران عصب کوچیک وجود داره که سلول‌های مویی نامیده میشن. اونها مسئول دریافت فرکانس‌های مختلف و ارسال پیام به مغزن. اونجا پیام‌ها پردازش میشن، اما همینطور که سن شما بالا میره، به طور مداوم در معرض صداهای بلند قرار گرفتن میتونه موجب شکستن، منحرف شدن و نابود شدن این سلول‌ها بشه. حالا چرا در ابتدا توانایی شنیدن فرکانس‌های بالا رو از دست میدیم؟ به نظر میرسه که اون دسته از سلول‌های عصبی مویی که برای صداهای گام بالا کوک شدن، اولین دسته‌ای هستن که با امواج صدا برخورد میکنن. در نتیجه تنش بیشتری رو تجربه میکنن و زودتر تحلیل میرن. به همین دلیل هرچی که پیرتر میشین، شنیدن صداهایی توی گام بالا برای شما سخت‌تر میشه.